اولین سوالتون سوال شنیداری هست. بعد از اون چند تا تصویر داریم با چند تا جمله که باید به هم وصل کنیم و یک دونه جمله اضافی هست. بعد از اون وارد لغت میشین، لغت ها رو باید به هم دیگه وصل کنید، معنی انگلیسیش هست. بعد از اون در جای خالی باید لغت های پای 12 رو بذارید. بعد از اون سوالات گرامر میاد، گرامر هاتون به صورت تستی و به صورت این که شکل صحیح فعل داخل پرانتز و بعد از اون هم جمله رو مرتب کنید هست. بعد از اون ریدینگ دارید، شما ریدینگ های تک جمله و 2 تا متن ریدینگ دیگه دارید کامل که باید بر اساس تیپ هایی که در متوسطه دوم از ریدینگ ها هست جواب بدید. بعد از اون وارد قسمت رایتینگ میشیم. در رایتینگ and or but so یعنی ریدینگ رایتینگ درس اول حتما میاد بدون شک. بعد از اون به شما یه پاراگراف میدن که تاپیک و کنکلودینگش رو مشخص کنید. بعد از اون یک پاراگراف به هم ریخته میدن که بر اساس تاپیک، سپورتینگ و کنکلودینگ مرتبش کنید و در آخر هم یک پاراگراف میگن که شما بنویسید.